إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سروران عزیز و نمازگزاران بسیار گرامی و محترم، آیه از سوره مبارکه فصلت خدمت سروران تلاوت شد که در این آیه خداوند تبارک و تعالی برای ما، برای مسلمین راهی را میگذارند و راهی را نشان میدهند که اگر ما به اون عمل بکنیم موفقیت و پیروزی ما حتمی و یقینی و تضمینی می شود. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آیه‌ای که پیام‌های بسیاری برای ما دارد. پیام اولش اینه که قالوا ربنا الله، باور به رب و ربوبیت الله سبحانه و تعالی داشته باشیم. بسا انسان‌هایی هستند که در زندگی خود تلاش میکنن تکبیر در زندگی خود تلاش میکنن، زحمت میکشن، اما نسبت به ربوبیت الله سبحانه و تعالی مقاومت به خرج میدهند، ربوبیت الله را نمیپذیرند، در نتیجه خسر دنیا و الاخره میشوند. اما آنانی که این قانون رو میپذیرند، ربوبیت الله سبحانه و تعالی را قبول دارند، به خداوند تبارک و تعالی ایمان می آورند، ثم استقاموا، سپس بر این اصل بسیار بزرگ، بر این اصل بسیار مهم استقامت می کنند، تتنزل علیهم الملائکه. استقامت در کنار ایمان ارزش دارد. بسا اوقات انسانهای دیگر هم استقامت دارند، در مقابل و در مورد اون کاری که انجام میدهند استقامت میکنند، تعهد دارند، به اون کاری که انجام میدهند پایبندند، اما ایمان ندارند. استقامت بدون ایمان ارزش ندارد. خداوند میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. امروز آنچه که ما میبینیم در دنیای فعلی خودمون، یکی از علتهای اساسی عدم موفقیت انسانها این است که نسبت به ربوبیت و پروردگار و رب بودن الله ایمان ندارند. دوم این که اگر ایمان دارند استقامت بر این ندارند، مشکلات می آید، مصیبت ها می آیند، آزمایشات می آیند، عقب نشینی می کنند. پس بنابراین رمز موفقیت در این است که استقامت بر معتقدات و بر آنچه که ایمان داریم بر اون ایستادگی بکنیم. استقامت یک اصل بسیار ارزشمنده. وقتی در جامعه به وجود می آید، در انسان به وجود می آید و انسان بر اون عمل می کند، تتنزل علیهم الملائکه، رحمتهای الهی نازل می شود
فرشتگان الهی برای نصرت می آیند. حماسه هایی مانند بدر و حنین خلق می شود، جایی که فرشتگان فوج فوج، گروه گروه، دسته دسته به کمک مسلمانان و به نصرت اسلام و دین می آیند. ثم تتنزل، این ثم برای چه هست؟ برای فاصله، برای زمان هست. بر این باید استقامت کرد، بر این ایستادگی کرد، بر دین ایستادگی کرد، به دستورات خدا، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم باید عمل کرد و بر آن ایستاد. نصرت های الهی می آیند. روزی را بیاد می آوریم در تاریخ اسلام، صفحات تاریخ را ورق بزنید. بهترین انسانهایی که از نظر صنعت و تکنولوژی، از نظر قوت و قدرت حرف اول را در جهان می زدن، در دنیای اون روز می زدن، در مقابل انسانهایی که هیچ چیزی از قدرت و صنعت روز نداشتند، شکست خوردند، ذلیل شدند، آنچه را که داشتند از دست دادند. علتش چی بود؟ علتش این بود که در طرف مقابل ایمان و اعتقاد راسخی وجود داشت، در طرف مقابل عمل به آنچه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و خداوند متعال فرموده بودند عمل به اون وجود داشت. در نتیجه نصرت های الهی اومدن، در نتیجه امپراتوری های بسیار بزرگ شکست خوردن. چرا؟ چون این طرف چیزی نبود، برای ارائه چیزی نداشتن، ولی اون طرف معنویت بود، للهیت بود، خوف خدا بود، اتباع سنت رسول الله بود، همه چیز اون طرف بود. در نتیجه تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سروران عزیز و محترم، همراهی با پیغمبر، همراهی با دستورات رسول خدا صلی الله علیه و سلم آنها را به جایی رساند که فرسان رهبان اللیل و فرسان النهار شدند. شب هنگام همه به خواب شیرین فرو می رفتند، ولی صحابه کرام آنها به گریه و زاری در مقابل رب خیش می پرداختند. روزها در جبهه جنگ بودند، در زیر سایه شمشیر بودند، ولی شبها ارتباط خودشون را با رب خودشون مستحکم کرده بودند. استقامت بر آنچه، بر دستورات و بر آنچه پیغمبر علیه السلام دستور داده بودند استقامت داشتند. بالاترین هدیه‌ای که خداوند تبارک و تعالی به مؤمنین عنایت می‌فرماید و می‌دهد اون آرامش هست، آرامش روحی و روانی، چیزی که امروز در جهان نداریم. امروز دنیا مبتلای آزمایش هست، گرفتار آزمایشات شده، دنیا به سوی دیگری دارد می‌رود، هر طرف هرج و مرجه، به خصوص در عالم اسلام. هرج و مرجی که عالم اسلام را فرا گرفته بسیار بسیار ناراحت کننده هست، بسیار پریشان کننده هست. علت العلل این مشکلات و مصیبت ها باید موشکافی بشه، اول پیدا بشه، بعد از اون موشکافی بشود که چرا ما به این روز افتاده ایم. دنیا همه پریشانه، دنیای غرب در پی حل مشکلات خودش هست، ولی تنها گوسفندی را که میتواند در حل این مشکلات ذبح بکند اون عالم اسلام و مسلمینه. مایه از ما میگذارد. مسلمانان دچار تشتت و افتراق هستند. مسلمانان به آنچه را که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، قرآن فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آن را فراموش کرده است.
دچار انحطاط اخلاقی شده، دچار انحطاط عملی شده، دچار مشکلاتی شده که برای حل اونها هیچ راهی جز بازگشت به اسلام وجود ندارد. امروز استقامت بر دین ضعیف شده، استقامت بر قرآن ضعیف شده. مسلمانان در این دنیایی که هر کسی دیگری را میبلعد، خودش را، دینش را، آیینش را فراموش کرده. دنیای غرب برای اینکه آن گوهر گرانبها را از دست ما بگیرد به هر ترفندی دست زده و دست میزند. تبلیغات بسیار وسیعی از طریق رسانه ها علیه اسلام و مسلمین و ارزش های اسلامی به راه افتاده است تا مسلمانان را، جوانان را، عقیده اسلام را، عقیده قرآن را از دست اونها و از قلب اونها بکشد. امروز آنچه را که به نام معتقدات، به نام اعتقاد اسلامی دارند به خورد مسلمانان میدهند. بدعت‌هایی را در دین وارد کردند و وارد میکنند به نام اسلام. بسیار مراقب باشیم. حتی همکارانی در درون عالم اسلام دارند، کسانی که در درون اسلام به نام اسلام به اسلام ضربه میزنند. بسیاری از شبکه ها و کانال هایی را ایجاد کردند برای به شک انداختن مسلمانان. تلویزیون های بسیاری علیه اعتقادات اسلامی دارند کار میکنند. یک سری اموری را که من اشارتا میگویم به نام اعتقادات اسلامی به خورد من و شما میدهند. بسیاری کارهایی را که در هیچ جایی نه خدا گفته نه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اند دارند به نام دین بسیاری با لباس ما دارند انجام میدهند. از این انسانها برحذر باشید، مراقب باشید. اینها به نام اسلام دارند، اینها هیچ نمایندگی از اسلام ندارند، از قرآن ندارند، جز نمایندگی از شکم خود و از بطن خود و از آنچه که به نفع دنیای اونهاست. نمایندگی آنهایی دارند که بر مبنای قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنند. هر کسی غیر از این به نام دین بیارد، تبلیغ بکند، تأیید بکند، اون از نظر دین و قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم مردوده و رده. هیچ جایی برای پذیرفتن اون نیست. دنیای کفر امروز دارد اسلام را به طرف بیچارگی میکشاند. با ورود خود به دنیای اسلام، با یورش خود به دنیای اسلام، آنها اومدن تا اسلام را از ما بگیرند، دستورات قرآن را از ما بگیرند. اسلام هیچ منافاتی با رشد ندارد، با ترقی ندارد، با تکنولوژی ندارد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم، قرآن خداوند تعالی می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. هر چی می توانید، تکنولوژی، صنعت، پیشرفت، هر چی می توانید انجام بدهید، ولی مراقب باشید که عقیده تان را، قرآن تان را، خدایتان را از شما نگیرند. آمریکای جنایتکار، اسرائیل غاصب بیش از 70 سال بر اسلام جنایت می کند، مسلمانان را قتل عام می کنند. ولی آنچه را که ما امروز به این نتیجه ما را پیغمبر ما علیه السلام رسانده است، اون اینه که حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه می فرماید ما برای جهاد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم همراه بودیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند یکی از اموری را که آیا به شما من اصل اسلام را، اصل این امر را و بزرگترین و جایگاه رفیع اسلام را برای شما نگویم؟ عرض کردم بله یا رسول الله. فرمودند و اما ذروة سنامه الجهاد. امروز آنچه را که ما فراموش کرده ایم، مسلمانان نسبت به او بی اعتنا شدن، جهاد هست. جهاد تنها فقط با شمشیر نیست، جهاد اشکال و انواع مختلفی داره. جهاد با عقیده هست، جهاد با صنعت و تکنولوژی هست، جهاد با پیشرفت هست. و بزرگترین جهاد ایستادگی و استقامت در مقابل یورش جهان کفر.
امروز آمریکا در افغانستان چه جنایاتی انجام میدهد؟ در باطلاقی گیر افتاده که به برکت قرآن و به برکت سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم ان شاء الله در این باطلاق غرق شده و غرق خواهد شد. در جاهای دیگر نیز چنین اشتباهاتی کرده که ان شاء الله شکست خورده و شکست خواهد خورد، به شرط اینکه ما مسلمانان به اصل خود رجوع بکنیم. ما مسلمانان مقید قرآن باشیم، پایبند قرآن باشیم، پایبند دستورات رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشیم. اگر رهبر خلق قرآن بودی، جهان سر به سر چون گلستان بودی، ز احکام قرآن چو رخ تافتیم، به جای خوشی ناخوشی یافتیم. سروران عزیز و محترم، بیاییم به این اصل، به این دستور خدا پایبند باشیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. استقامت بکنیم، هیچ ترسی نیست، هیچ ابایی نیست و هیچ مشکلی نیست. وقتی نبی کریم صلی الله علیه و سلم با صحابه کرام استقامت کردند، الله تبارک و تعالی اونها را نصرت و یاری کرد. اگر ما نیز استقامت بکنیم، خداوند تبارک و تعالی ما را نیز نصرت و یاری خواهد کرد. امیدوارم روزی بیاید که همه ما به دستورات قرآن، به دستورات رسول خدا صلی الله علیه و سلم پایبند باشیم، عمل بکنیم در زندگی اجتماعی خود، در زندگی فردی خود، در زندگی دینی مذهبی خود، در زندگی سیاسی خود، در زندگی هر بعدی از ابعاد زندگی خود قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را پیاده بکنیم. قطعا خداوند ما را نصرت و یاری خواهد کرد. به امید آن روز اقول قولی هذا و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.